سلام دوستای خوبم، به کانال ماجیکال هوک خوش اومدید. من محبوبه هستم. امروز میخوام بافت عروسک وفچن رو بهتون آموزش بدم. عروسک امروزمون عروسک وفچن هست از سری عروسک های استری کیدز، اسکیزو فکر میکنم بهشون میگم، برای گروه کی پاپی استری کیدز هستش. این عروسک اسمش وفچنه، برای خواننده بنگچان یا بنگچن، امیدوارم درست بگم اسمش رو، هستش که بافتش رو انجام میدیم. من با کانوای آکریل تاب و قلاب 1.7 بافتم رو انجام دادم. البته با هر کانوایی که دوست داشته باشید میتونید ببافید، حتی کانوای مخمل اجباری نیست حتما این کانوایی که من بافتم باشه. من فقط کانوایی که خودم استفاده کردم و میگم که اگر دوست داشتین میتونید از این نمونه هم استفاده بکنید. همونطور هم که میبینید اندازش خیلی کوچیک نیست، ببینید اندازش تقریبا 30 سانت شده، نه 20 خورده ای سانت هستش، 30 سانت نیست، 24-5 سانت. اگر میخواین عروسکتون بزرگتر بشه خیلی راحت میتونید با کانوای ضخیم‌تر همین الگو رو ببافید. یعنی اگر کانواتون یه مقداری ضخیم‌تر باشه، مثلا قلاب سایز 3 نیاز داشته باشه استفاده کنید، عروسکتون قطعا خیلی بزرگتر در میاد. این الگوی خیلی کوچیکی نیست، به نسبت الگوی متوسطی حساب میشه. من خودم کلا عروسکای خیلی کوچولو دوست دارم، ولی خب این عروسکش بزرگتره. برای کسایی که عروسک بزرگ دوست دارن گزینه خوبی حساب میشه. ببینید برای بافتمون به 3 رنگ نیاز داریم، توسی، سفید و مشکی. البته برای جزئیاتش مثلا ببینید اینجا به رنگ قرمز نیاز داشتم، مشکی هم که برای چشمش و یه مقداری توسی پررنگتر برای موهاش نیاز داریم. اینا جزئیاتی که خب به هر حال باید تهیه بکنید. پارچه نمدی برای بینیش و گوشاش من استفاده کردم که میتونید حذف کنید، یعنی میتونید اینجا نزنید که البته بزنید بیشتر شبیه خودش در میاد دیگه. یا مثلا برای بینیش میتونید به جای پارچه نمدی از کانوا استفاده بکنید دیگه، بستگی به خودتون داره. من یکم لپاشون رو سرخ کردم که از پودرای آرایشی استفاده کردم، توی ویدیو نشون دادم. همینطور دوخت روی کارم رو هم بهتون توضیح دادم. اینم دومشه، یعنی پشت کارم به این حالت، اینم جلوی کارم. عروسکمون رو قراره توی 2 تا ویدیو ببافیم. توی ویدیو اول سر عروسک رو با گوشاش رو بهتون توضیح دادم. توی ویدیو دوم بدنش رو، یعنی از پاها شروع کردیم بافتن، دستاش رو و دمش رو هم بافتش رو انجام ده. طریقه وصل کردن سر و بدن و دوخت گوشها و همه جزئیات و اینا رو هم توی ویدیو براتون گذاشتم، یعنی کامل هستش. کامل میتونید ویدیو رو ببینید. همه نکات ویدیو رو بهتون توضیح دادم. هر سوالی داشتین از من بپرسید. اگر حالا جایی مبهم بود یا واضح توضیح نداده بودم ازم بپرسید، من همه سوالاتتون رو جواب میدم. اگر کانالم رو سابسکرایب نکردی سابسکرایب بکنید که کلی عروسک‌های خوشگل توی کانالم هست. این اولین عروسک از سری عروسک‌های استری کیدز هست یا همون اسکیزو هستش. من هر 8 تاش رو قراره بهتون آموزش بدم. قبلا توی کانالم BTS رو هم یا همون BT21 رو هم آموزش دادم. اگر دوست دارید اون گروه رو هم میتونید ویدیوهاش رو توی کانالم ببینید. اون دیگه کامل اون عروسکاشو. الان داریم شروع میکنیم عروسک‌های استری کیدز رو ببافیم. پس این از عروسک اولی که بافتش رو من انجام دادم. بریم شروع کنیم عروسکمون رو با هم ببافیم. خب اول سر عروسکمون رو میبافیم و میخوام که با رنگ سفید اول کار رو شروع کنم. وسطای کار توسی رو به کارمون اضافه میکنیم. برای اینکه کارم رو شروع بکنم اول میام گره اولیه میزنم. گره برای هر حالتی بلد هستیم بزنید، مشکلی نداره، ولی این حالتی که من میزنم یه مقداری ساده تر برای مبتدی ها. ابتدای کار رو ببین، نخ رو به این حالت تو دستم گرفتم. ابتدای کار رو نخ رو به سمت خودم پیچ میدم، یه دونه حلقه درست میکنم، قلابم رو میبرم توی این حلقه، نخ بالایی رو با قلاب میگیرم از توی این حلقه رد میکنم. این نخ پایین کار رو که بکشیم گره اولیه‌مون زده میشه. اگر این نخ توی کارتون بزرگ بود، نخ بالایی رو که بکشین این دایره جمع میشه. حالا میخوام 9 تا زنجیره بزنم. نخ رو با قلاب میگیرم، از توی این حلقه رد میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9 تا. 9 تا زنجیره رو که زدم، حالا میخوام به حالت بیزی توی این زنجیره ها بافتم رو انجام بدم. قلابم رو میبرم تو دومین زنجیره از سمت قلاب، یعنی به آخری کاری نداریم، میرم توی دومی، توش 2 تا پای کوتاه میبافم. ببینید این یکی، دوباره میرم توی همین زنجیره یه پای کوتاه دیگه میبافم. پس تو دونه اول 2 تا بافتیم یا یک بار کارمون رو زیاد کردیم. حالا 6 تا دونه بعدی رو کارم رو ساده میبافم. ببینید میرم توی زنجیره بعدی، 1 زنجیره بعدیش 2، باز بعدی
3 4 5 و اینم ششمین زنجیره که توش پای کوتاه هم رو بافتم به این حالت. خب میمونه این زنجیره آخر. توی این زنجیره آخرم میخوام 4 تا پای کوتاه ببافم. ببینید میرم توی زنجیره، یه پای کوتاه، دوباره تو همون زنجیره میرم 2، توی همون زنجیره 3 و یک بار دیگه میرم، میشه 4 تا. پس توی آخرین زنجیره 4 تا پای کوتاه بافتیم. حالا میام سمت دیگه زنجیره ها. ببینید این نخای این طرف زنجیره رو میخوام توش ببافم. این دونه آخره که توش 4 تا بافتیم بهش کاری نداریم. میرم توی زنجیره بعدیش. حالا باز دوباره این سمت کارم میخوام 6 تا ساده بزنم. این یکی، میرم تو بعدی 2 3 4 5 و اینم ششمین پای کوتاه هم. تو دونه آخرم میخوام کارم رو اضافه بکنم، یعنی توی این دونه آخر 2 تا پایه کوتاه میبافم. ببینید این شد رج اولمون که به این حالت در اومد. الان باید 20 تا پای کوتاه داشته باشیم. یه مقداری کانوا میارم، حالا هر رنگی که مد نظر دارید دم دستتون هست، فقط رنگش مخالف کانوای اصلی باشه که بتونیم علامتمون رو راحت ببینیم. توی آخرین زنجیره علامتم رو میذارم، چون حلزون میبافیم باید علامت بذاریم. خب حالا بر رج دوم میام یه دونه ساده میزنم، یه دونه به کارم اضافه میکنم. این کار رو 10 بار میخوام انجام بدم. ببینید تو دونه اول یه پای کوتاه، میرم تو دونه بعدی توش 2 تا پای کوتاه میبافم. پس یه دونه ساده زدم، یه دونه به کارم اضافه کردم. ببینید باز میام یه ساده میزنم، تو دونه بعدی کارم رو اضافه میکنم، توش 2 تا پای کوتاه میبافم. این کار رو 10 بار انجام میدم. این رج رو که ببافم تعداد پای کوتاه ها میشه 30 تا، 10 تا به کارمون اضافه میشه. پس این یه ساده یه دونه اضافه کردن رو این رج 10 بار انجام بدید. منم بافتم رو انجام میدم تا رج بعدی رو بهتون توضیح بدم. خب رج دومم رو بافتم، دوباره قلابم رو میبرم توی آخرین زنجیره، علامتم رو میارم برای رج بعدی. حالا این رج میخوام 2 تا ساده بزنم، یه دونه به کارم اضافه بکنم. ببینید دونه اول یه دونه تک میبافم، دونه بعدی هم یه دونه تک، تو دونه سوم کارم رو اضافه میکنم. پس 2 تا ساده یه دونه eضافه کردن داریم. باز این رج 10 بار انجامش میدم. آخر این رج تعداد پای کوتاهمون میشه 40 تا. 2 تا ساده یه دونه به کارم اضافه میکنم. این رج رو هم من میبافم تا رج بعدی رو بهتون توضیح بدم. خب رج سومم رو بافتم، علامتم رو میارم برای رج بعدی. خب حالا ببینید این رج میخوام 9 تا ساده بزنم، یه دونه به کارم اضافه میکنم و این کارو میام 4 بار انجامش میدم. فقط یعنی 4 تا دونه میخوایم به کارمون اضافه بکنیم. یه نکته دیگه هم هست که ببینید الان چون اضافه کردنمون زیاده، ببینید کارمون کاملا تخت نیست، یه مقداری حالت پیچ خوردگی و اینا رو به خودش میگیره. اصلا نگران نباشید، درست میشه. پس این رج 9 تا ساده میزنم، یه دونه به کارم اضافه میکنم و این کارو 4 بار انجام میدم. تعداد پای کوتاه میشه 44 تا. این رج رو ببافید، منم میبافم تا رج بعدی رو بهتون توضیح بدم. خب این رجم رو بافتم، علامتم رو میارم برای رج بعدی. ببینید الان تا 4 رج دیگه من میخوام همین اضافه کردن رو توی کارم انجام بدم، چون الان دیگه قطعا براتون جا افتاده. من فقط گفتاری بهتون توضیح رو میدم و میرم خودم میبافم. الان این رج من میخوام 10 تا ساده بزنم، یه دونه به کارم اضافه بکنم. باز این کار رو 4 بار انجام میدم. تعداد پای کوتاه میشه 48 تا. رج بعدیش 11 تا ساده میزنم، یه دونه به کارم اضافه میکنم. باز این کار رو 4 بار انجام میدم. تعداد پای کوتاه میشه 52 تا. رج بعدش میام 12 تا ساده میزنم، یه دونه به کارم اضافه میکنم. باز 4 بار انجام میدم. تعداد پای کوتاه میشه 56 تا. و رج بعدش 13 تا ساده میزنم، یه دونه به کارم اضافه میکنم و این کار رو 4 بار انجام میدم. تعداد پای کوتاه میشه 60 تا. پس ببینید من الان 4 رج رو بهتون توضیح دادم. هر رج یه دونه به ساده بافیتون باید اضافه بشه و اون اضافه کردن رو باید 4 بار انجام بدیم. 10 تا، رج بعدیش 11، بعد 12 و بعد 13 تا. این 4 رجی که بهتون توضیح دادم ببافید، منم میرم میبافم و بعد ادامه کار رو قراره بهتون توضیح بدم.
پس این 4 رج رو ببافید. خب ببینید این 4 رجم رو من بافتش رو انجام دادم. علامتم رو میارم برای رج بعدی. حالا میخوام 3 رج کنم رو ساده ببافم. الان دور تا دور کارمون 60 تا دونه داریم. به اندازه 3 رج میخوام ساده ببافم. ساده بافی یعنی این که توی تک تک دونه ها فقط یه دونه پایه کوتاه میزنیم، دیگه کارمون رو اضافه نمی کنیم. توی همه دونه ها فقط یکی میبافیم و به علامت که رسیدیم میشه 1 رج، دوباره میبافیم 2 و 3 تا. الان 3 رج ساده بافی با رنگ سفید رو انجام بدید. منم انجام میدم. بعد دیگه برای قسمت بالای سرش میخوایم رنگ توسی رو به کارمون اضافه بکنیم. پس من میرم این 3 رج ساده بافی با رنگ سفیدم رو انجام میدم تا ادامه کار رو بهتون توضیح بدم. خب ببینید من این 3 رجم رو بافتم. حالا علامتم رو میارم برای رج بعدی. بعد یه نکته دیگه هست اینه که ببینید الان با اینکه 3 رجمون رو بافتیم هنوز یکم فرم عروسکمون ببینید این حالت پیچ پیچ و اینا رو داره. هیچ نگران نباشین. ببینید من یکی از عروسک‌ها رو سرش رو بافتم، پرم کردم. وقتی که پر کنیم ببینید کاملا فرمش درست در میاد. یعنی اصلا اینجوری نیستش که حالت بدی داشته باشه، نگران نباشید. خب ببینید از این به بعد میخوایم رنگ توسی رو به کارمون اضافه بکنیم. من میام 30 تا دونه، الان 60 تا دونه داریم دیگه، میام 30 تا دونه اول کارم رو با رنگ سفید میبافم، بعد تغییر رنگ میدم. البته 29 تا رو کامل با رنگ سفید میبافیم و دونه 30 رنگمون رو تغییر میدیم. من الان میرم 29 تا دونه‌ام رو میبافم تا دونه 30 تغییر رنگ رو بهتون نشون بدم. خب ببینید 29 تا رو کامل با رنگ سفیدم بافتم. تو دونه 30 میخوام رنگم رو به توسی تغییر بدم. قلابم رو میبرم توی زنجیره بعدی، نخ سفید رو میگیرم میارم بالا اما نمیبافم و حالا رنگ توسی رو میارم و به کارم اضافه میکنم. ببینید یه مقداری نخ رو پشت کارم با انگشتم نگه میدارم، نخ توسی رو با قلاب میگیرم، از این 2 تا حلقه ردش میکنم. اینجوری رنگم به رنگ توسی تغییر پیدا میکنه. این رنگ سفیدم میکشم که کارم سفت شه. حالا 30 تا دونه بعدی کارم تا آخر کار رو میام با همین رنگ توسی ساده میبافم. یعنی در اصل الان یه رج ساده بافی بود، ولی خب چون تغییر رنگ رو داریم بهتون توضیح دادم. البته که از این بعد چون تغییر رنگ به سفید و توسی رو هی داریم من باز بهتون رج به رج توضیح میدم. ولی این رج رو تا آخر رج 30 تا دونه توسی داریم. 30 تا دونه رو ببافید تا رج بعدی رو بهتون توضیح بدم. خب تا آخر رجم کارم رو انجام دادم. علامتم رو میارم برای رج بعدی. خب ببینید اول با رنگ توسی کارم میام 7 تا دونه اول کارم رو ساده میزنم. البته 6 تا رو کامل میبافم، دونه 7م تغییر رنگ. 1 2 3 4 5 ببینید 6 تا رو کامل میبافم، تو دونه 7م تغییر رنگ میدم به سفید. ببینید کارم رو نخم رو از قسمتی که بوده به این سمت میارم و حواستون باشه که کارتون رو آزاد نگه دارید که توی کار خیلی اگه کشیده بشه حالت عروسکمون تغییر میکنه. یه مقداری آزاد باشه. تغییر رنگم سریعتر انجام دادم، مطمئنم دیگه بلدید. 2 تا رنگ توسی رو گرفتم ولی با رنگ سفید بافتم رو انجام دادم. حالا میام 7 تا دونه سفید میزنم، یعنی 6 تا کامل. 1 2 3 4 5 و 6 تا رو کامل تو دونه 7م رنگم رو به توسی تغییر میدم. این نخا رو توی کارتون میتونید موقع بافت بیارید، ولی خب چون رنگمون سفیده مطمئنم خط توسی زیرش مشخص میشه، من دیگه این کار رو انجام نمیدم. پشت کارم نخ رو نگه میدارم. ببینید خیلی آروم، یعنی یه حالتی که آزاد باشه نخ رو میکشم میارم کشیده نشه. و حالا با رنگ توسی 3 تا دونه میبافم. این 1، یعنی این 1، این 2 و اینم دونه 3. بافت رو کامل انجام نمیدم، رنگم رو به سفید تغییرش میدم. پس این قسمت شد 3 تا با رنگ توسی. الان دوباره 7 تا با رنگ سفید میبافم. 1 2 3
4 5 6 تا کامل با رنگ سفید. دونه هفتم رنگم رو به رنگ توسی تغییرش میدم و از این به بعد تا آخر رجمون که 37 تا دونه است رو با رنگ توسی بافتم رو انجام میدم. ببینید 1 2 دیگه شمارش نمی کنم، تا آخر رج کارم رو با رنگ توسی میبافم که 37 تا دونه است. این تعداد دونه هامون هم تغییر نکرده، هنوز حالت ساده بافی داریم، یعنی هنوز تو دونه هامون همون 60 تا دونه رو داریم. من این رج رو تا آخر کارم میبافم تا ادامه کار بهتون توضیح بدم. خب این رجم رو بافتم، باز علامت رو میارم برای رج بعدی. ببینید حتما علامت بذارید، چون ساده بافیه نیازی نیست که بشمارید. البته اگه دوست دارید بشمارید که مطمئن شید کارتون درسته مشکلی نداره، ولی خب من میذارم علامت رو دیگه. موقعی که ساده بافی آخر کار رو میخوام انجام بدم دونه ها رو نمیشمارم، به علامت که رسیدم میدونم رجم تموم شده. خب 8 دونه اول کارم رو میخوام توسی ببافم، 7 تا رو کامل میبافم. دونه 8م رنگم رو به سفید تغییرش میدم. 3 4 5 6. ببینید 7 تا رو کامل با رنگ توسی بافتم. دونه 8م رنگم رو به رنگ سفید تغییر میدم. باز دوباره نخم رو از اون سمت کار میارم، پشت کارم به حالت آزاد نگه میدارم که کشیده نشه. حالا 6 تا دونه با رنگ سفید میبافم. 1 2 3 4 5 تا کامل و دونه 6م رنگم رو به رنگ توسی تغییرش میدم. این قسمت کارم همون 3 تا دونه توسی رو میخوام ببافم که 2 تا رو کامل میبافم. دونه سوم تغییر میدم به سفید. حالا این قسمت کارم 6 تا سفید ساده میبافم. 1 2 3 4 5 تا کامل. دونه 6م رنگم رو به توسی تغییرش میدم و از این به بعد تا آخر رجم با رنگ توسی کارم رو ساده میبافم. این رجی که الان بهتون توضیح دادم رو یک رج دیگه هم باید تکرار بکنیم، یعنی باز دوباره رج بعدی 8 تای اول باز رنگ توسی بافته میشه، 6 تا سفید، 3 تا توسی، 6 تا سفید و ما بقیه کارمون رو توسی میبافیم. این دو رج که شبیه به هم هست رو من الان میبافم. این رج رو که بهتون توضیح دادم، رج بعدم دقیقاً همین حالت. این دو رج رو بافتم رو انجام میدم تا رج بعدیشون رو بهتون توضیح بدم. پس حواستون باشه دو رج رو به این حالتی که توضیح دادم ببافید. خب این دو رجی که بهتون توضیح دادم که شبیه هم بود بافتش رو انجام دادم. حالا برای این رج میخوام 8 دونه اول رو توسی ببافم، بعد رنگم رو به سفید تغییر بدم. البته 7 تا کامل و دونه 8م به رنگ سفید کارم رو تغییر میدم. ببینید این 7 تا کامل، دونه 8م رنگم رو به رنگ سفیدم تغییرش میدم. حالا این قسمت کارم رنگ سفیدم رو 5 تا دونه میبافم. ببینید 1 2 3 4 تا با رنگ سفید و کامل میبافم. دونه 5م رنگم رو به رنگ توسی تغییرش میدم. حالا این قسمت وسطی کار 5 تا با رنگ توسی میخوام ببافم. 1 2 3 و 4 تا رو کامل. دونه 5م به سفید تغییر میدم. باز این بخش دیگه ای کارم رنگم رو با سفید 5 تا دونه فقط میبافم. 1 2 3 و 4 تا کامل. دونه 5م رنگم رو به رنگ توسی تغییرش میدم و میام تا آخر رجم 37 تا دونه دارم. اون 37 تا دونه رو توسی کارم رو ساده میبافم. ببینید به این حالت. پس این تیکه وسط کارمون
5 تا سفید بود، 5 تا توسی و باز دوباره 5 تا سفید. تا آخر رجم کارم رو توسی میبافم تا رج بعدی رو بهتون توضیح بدم. خب این رجم رو بافتم. اول علامتم رو میارم برای رج بعدی. خب حالا این رج میخوام که 9 تا با رنگ توسی ببافم که 8 تا رو کامل میبافم. دونه نهم تغییر میدم به رنگ سفید. ببینید 8 تا رو کامل با توسی بافتم. نهمین دونم که رسید به سفید تغییر رنگ میدم. حالا با رنگ سفیدم میام 3 تا دونه میبافم. 1 2 این سومی یعنی 2 تا کامل، سومی رو به توسی تغییر میدم. این قسمت وسطی کارم 7 تا میخوام توسی باشه که 6 تا رو کامل میزنم. 1 2 3 4 5 و 6 تا توسی کامل. دونه هفتم رنگم رو به سفید تغییر میدم و اینجا 3 تا دونه بعد سفید ببافم، 2 تاش رو کامل میبافم. دونه سوم رنگم رو به توسی تغییر میدم و تا آخر رجم 38 تا دونه دارم. این 38 تا رو با رنگ توسی ساده میبافم. بعد ببینید ما دیگه از رج بعدی، یعنی این رج که کامل بافته شد که هیچی، از رج بعدی دیگه رنگ سفیدمون رو نیاز نداریم. یعنی همینجا خیلی راحت رنگ سفیدم رو از توی کارم حذفش میکنم و با رنگ توسی میخوام فقط ببافم. این رجم که کامل شد تا انتها که بافتم، بعدش میام 5 رج کارم رو با رنگ توسی میبافم. کلا دیگه از این به بعد رنگ سفید دیگه نداریم، فقط قسمت بالای سرش با توسی بافته میشه. پس این رج رو که کامل بافتین علامت بذارید و بعد 5 رج کارتون رو با رنگ توسی ساده ببافید. هنوزم تعداد دونه هامون همون 60 تا دونه هست و باید ساده ببافیم. من میرم این 5 رج ساده بافیم رو انجام میدم، این رجم رو هم کامل میکنم و بعد ادامه کار رو میخوام بهتون توضیح بدم. خب ببینید 5 رج ساده بافیم رو که انجام دادم، علامتم رو میام آخرین رج میذارم. حالا میخوام که از این بعد کارمون رو کم بکنیم. میام اول کار 4 تا دونه ساده میبافم. 1 2 3 و 4 تا. حالا یک بار از کارم کم میکنم. برای کم کردن تو پای کوتاه قلابم رو میبرم توی زنجیره، نخ رو میگیرم میارم بالا اما نمیبافم. حالا قلابم رو میبرم توی زنجیره بعدیش، نخ رو میگیرم میارم بالا. ببینید 2 تا زنجیره رو با هم همزمان گرفتیم. نخ اصلی رو با قلاب میگیرم، این 3 تا نخ توی قلاب رو همزمان میبافم، یعنی 2 تا زنجیره رو تبدیل کردیم به یکی. خب فعلا با این بخش کاری ندارم. حالا میام 8 تا ساده میزنم. 8 تا ساده رو که بافتم حالا کارم رو کم میکنم. کم کردن رو یک بار دیگه نشون میدم کامل براتون جا بیفته. ببینید زنجیره اول رو میگیرم نمیبافم، زنجیره بعدیش رو هم میگیرم و همزمان با هم دیگه میبافم. این 8 تا ساده بافی یه دونه کم کردن رو میخوام 7 بار توی کارم انجام بدم. 4 تا دونه آخر کارم میمونه، اون 4 تا رو ساده میزنم. این رج رو هم که ببافیم تعداد دونه هامون میشه 54 تا 6 تا دونه از کارمون کم میشه. این رج رو حالتی که بهتون توضیح دادم ببافید تا رج بعدی رو بهتون توضیح بدم. خب این رجم رو بافتم، علامتم رو میارم برای رج بعدی. این رج میخوام 7 تا ساده بزنم، یه دونه از کارم کم بکنم، این کار رو 6 بار انجام بدم. تعداد پای کوتاه میشه 48 تا. ببینید کلا از این به بعد دیگه فقط میخوایم کارمون رو کم بکنیم تا سر عروسکمون کامل جمع بشه. فقط یه نکته ای که داره، من رج هایی که عددشون زوجه، مثلا 8 تا ساده بافی یا 6 تا ساده بافی، 4 تا ساده بافی و 2 تا ساده بافی، این رج هایی که عدد تعداد ساده بافیامون زوجه، من میام اولین بخش رو، یعنی همون مثلا 8 تا ساده یه دونه کم کردن که رج قبلی انجام دادیم،
اولش رو تقسیم بر 2 میکنم، 4 تاش رو اول کار انجام میدم، 4 تاش رو آخر کار، مثل همین رج قبلی که انجام دادیم. رجایی که عددشون فرده همون تعداد فرد رو میبافیم، یعنی همون 7 تا ساده یه دونه کم کردن رو میبافیم. بعد مثلا من این رج رو که بافتم، رج بعدیش باید 6 تا ساده ببافم، یه دونه کم بکنم. میام 6 تای اول رو تقسیم بر 2 میکنم، یعنی میگم 3 تا ساده یه دونه کم میکنم. بعد میام 6 تا ساده یه دونه کم کردن رو 5 بار انجامش میدم. آخر رجم 3 تا دونه میمونه که اون 3 تا دونه با اون 3 تا دونه‌ای که اول کار زده بودیم همون 6 تا ساده یه دونه کم کردن رو بهم میده. پس ببینید از این به بعد میخوام هی هر رج یه دونه از ساده بافیم کم کنم. این رج 7 تا ساده میزنم، یه دونه کم میکنم، 6 بار تکرار میکنم. بعد من هر رج رو الان بهتون توضیح میدم که تعداد دونه ها بدون آخر هر رج چقدر میشه. 7 تا ساده زدم، یه دونه کم کردن رو که انجام بدم، تعداد پای کوتاه میشه 48 تا. رج بعدش 6 تا ساده یه دونه کم کردنه که باید این کار رو همونطور که بهتون گفتم اگر دوست داشتین اول کار رو تقسیم بر 2 بکنید انجام بدید، یعنی 3 تا ساده بزنید یه دونه کم بکنید، 6 تا ساده یه دونه کم کردن رو 5 بار انجام بدید، 3 تا دونه آخرتون رو ساده ببافید. اون رج رو که ببافم تعداد پای کوتاه میشه 42 تا. رج بعدش میام 5 تا ساده میزنم، یه دونه از کارم کم میکنم، این کارو 6 بار انجام میدم، تعداد پای کوتاه میشه 36 تا. هر رج 6 تا داره از کارمون کم میشه. رج بعدش 4 تا ساده یه دونه کم کردنه که باید 6 بار تکرار بکنیم. اگر دوست داشتید تیکه اول رو حالتی که بهتون توضیح دادم عدد زوج رو تقسیم بکنید، اگرم نه که میتونید همینطوری عددهای زوج و فرد رو پشت سر هم بزنید. فقط وقتی بافت رو انجام بدید اگر عددتون رو تقسیم نکنید این کم کردن رو روی هم میفته و روی عروسکمون خط خط مشخص میشه. من برای اینکه این کم کردن رو روی هم قرار نگیره اینجوری عددهای زوج رو تقسیم میکنم. رجی که 4 تا ساده بافی یه دونه کم کردن رو داریم انجام بدیم، تعداد پای کوتاهمون میشه 30 تا. بعد 3 تا ساده یه دونه کم میکنیم، 6 بار تکرار میکنیم، تعداد پای کوتاهمون میشه 24 تا. رج بعدش میام 2 تا ساده میزنم، یه دونه از کارم کم میکنم، 6 بار این کار رو انجام میدم، تعداد پای کوتاه میشه 18 تا. بعد یه دونه ساده یه دونه کم کردن رو دارم که باید 6 بار تکرار بکنم، تعداد پای کوتاه میشه 12 تا. و آخرین رج فقط کم کردن رو داریم. فقط یه چیز دیگه هم هست که حواستون باید باشه، همینطور که کم کردن رو انجام میدید، مثلا الان 4 رج 5 رج رو که من انجام دادم شروع میکنم توی سر عروسکم رو پر میکنم، چون اینجا بسته میشه دیگه، قراره که بسته بشه بالای سرش. اگر پر کردن رو به موقع انجام ندیم نمیتونیم راحت بالای سر عروسک رو ببندیم. اگر به موقع پر نکنیم نمیتونیم راحت پر کردن رو انجام بدیم. وقتی خیلی کوچیک بشه دیگه راحت فرم صورت عروسکتون رو نمیتونید در بیارید. پس مثلا وقتی به 24 تا دونه رسیدید شروع بکنید توی سر عروسک رو پر بکنید و بعد کم کردن رو ادامه بدید. این از کم کردن من میرم انجام میدم. آخرین رج فقط کم کردن 6 بار کم کردن رو میخوایم انجام بدیم رو بهتون توضیح میدم. پس از الان تعداد دونه هر رج یه دونه ازش کم بکنید، حالتی که بهتون توضیح دادم ببافید تا من آخر سر عروسک رو کامل بهتون توضیح بدم. خب ببینید من سر عروسکم رو بافتش رو انجام دادم، کم کردنم رو انجام دادم و یه دونه رج آخر کارم مونده توی سر عروسکم پر کردم. این یه تیکه آخر که مونده یه مقدار دیگه پشم شیشه میارم. اگر این قسمت‌های فضای بالای سرش خالی بود یه کوچولو اینجاها رو هم پر میکنم که فرمش بد نباشه. ببینید به این حالت سر عروسکمون در اومد. بهتون گفتم پایینش وقتی پر کنیم حالتش درست میشه. ببینید به این قشنگی کارمون در اومده. خب حالا این رج آخر فقط میخوام کارم رو کم بکنم. 6 بار باید دونه هامون رو دوتا با هم بگیریم و کارمون رو کم بکنیم، جمع بکنیم. من فقط دقت میکنم این فقط دقت بکنید که این پشم شیشه ها توی بافتتون نره که حالت بدی نگیره. توی دست خودتون جلو خودتون باشه انقدر سخت به نظر نمیاد که الان برای من سخته. من چون کنترل روش ندارم دستم جلو دوربینه، میخوام که از دوربین خارج نشه. ممکنه یه ذره فکر کنید که دارم به سختی انجام میدم، سخت نیست. همون کم کردن 6 بار باید انجامش بدیم و بعد این 6 بار کم کردن رو که
انجام دادم کارمون تموم میشه و این تیکه بالای سرش رو کامل میبندیم. خب این 6 بار کم کردنم رو انجام دادم دیگه. علامتم رو بر میدارم، یه کوچولو نخ کارم بلندتر قیچی میزنم. نیاز خیلی بلند نگه دارید چون سرش، این بالای سرش، ما از پایین باید بدن رو به سر وصل بکنیم. میام قلابم رو میبرم، نخهای جلویی زنجیره رو میگیرم، این نخ رو میگیرم از توش رد میکنم میکشم بیرون. این کار رو با سوزن هم میتونید، یعنی سوزن بیارید، نختون رو ببرید تو سوزن، از نخهای جلویی زنجیره رد کنید. ولی با قلابم به همین راحتی میتونیم انجام بدیم. هر دو تا نخ زنجیره رو میتونید بگیرید ولی من نمیگیرم، چون وقتی که کارمون رو جمع میکنیم فقط نخهای جلویی رو گرفته باشیم کارمون تمیزتر جمع میشه. 6 تا دونه داشتیم، از هر 6 تا که رد کردم نخم رو میکشم. ببینید به این حالت سر عروسکمون در میاد. این نخ رو هم خیلی راحت هم با خود سوزن هم با قلابتون میتونید ببرید توی سر عروسک و مخفیش بکنید. من دیگه قیچی هم نمیزنم، کوتاهش نمیکنم که اصلا در نره. این از نخ بالای سرش و اینم از سر عروسکمون که به این حالت بافتش رو انجام دادیم. حالا بریم توی این ویدئوی اول من گوشهای عروسک رو هم بهتون توضیح بدم. برای بافت گوش عروسکمون اول کارمون رو باید دایره جادویی بزنیم. برای دایره جادویی زدن ابتدای نخ رو با انگشت شست و انگشت وسط نگه میدارم. نخ اصلی کارم رو دور انگشت اشارم حالت ضرب در میپیچم. ببینید یه دور رد میکنم، از روش میام اینجوری حالت ضرب دری رد میکنم. ما بقیه نخ‌ها رو با انگشتای دیگه هم نگه میدارم. قلابم رو میبرم زیر نخ پایینی، نخ بالایی رو با قلاب میگیرم از زیرش رد میکنم. حالا قلابم رو میپیچم. ببینید وقتی قلابمون رو بپیچیم نخمون اینطوری توش حالت گره میخوره. این نخ بالایی که نخ اصلیمونه با قلاب میگیرم از توی این حلقه رد میکنم، یه دونه زنجیره میزنم. حالا دایره رو از توی انگشتم در میارم. پس این شد دایره جادویی. اگه یکم سریعه من قبلا آرومتر کامل توضیح دادم، میتونید ویدیوش رو نگاه کنید، توی کانالم هستش. حالا توی دایره جادویی میام 4 تا پایه کوتاه میزنم. ببینید این 1 2 3 و 4 تا. 4 تا پای کوتاه رو که زدم نخ دایره جادوییم رو میگیرم میکشم به این حالت و دایره‌ام بسته میشه. الان هنوز شکل دایره نداره چون تعدادش کمه، ولی خب شروع کنیم به بافتن، بافتمون درست در میاد. توی دونه آخرتون علامت بذارید. من الان نمیذارم چون خیلی شلوغ میشه، کارم کوچولوئه. از یه رجیب خاصی به بعد حالا علامتام رو میذارم بهتون توضیح میدم. برای رج دوم میخوام توی این 4 تا دونه توی هر کدومشون 2 تا پای کوتاه ببافم. قلابم رو میبرم توی زنجیره اولین پای کوتاهی که بافته بودیم و توش 2 تا پای کوتاه میبافم. ببینید این یکی، دوباره میرم تو همون زنجیره دومی رو میزنم. زیاد کردن رو خب توی سر عروسک یاد گرفتین دیگه. اینجا باید 4 بار کارم رو زیاد بکنم، یعنی تو هر کدوم از این 4 تا 2 تا پای کوتاه میزنم. تعداد دونه ها میشه 8 تا، 2 برابر میشه و اینم 4می من. هنوزم الان میتونید باز دوباره علامتتون رو بیارید آخر این رج بذارید. من از نخ همین دایره جادوییم استفاده میکنم. ببینید این کار رو هم میتونید انجام بدید، ولی اگر یکی بودن رنگ دایره جادویی با نخ اصلیتون باعث میشه که متوجه نشید، میتونید یه رنگ دیگه بیارید. خب برای رج بعدی یه دونه ساده میزنم، یه دونه به کارم اضافه میکنم. این کار رو 4 بار انجام میدم. ببینید یه ساده، دونه بعدی کارم رو اضافه میکنم. این کار رو 4 بار که انجام بدم تعداد پای کوتاه میشه 12 تا. بلافاصله بعدش یه رج کارم رو ساده میبافم. پس الان 2 رج رو بهتون توضیح دادم. یه رج اضافه کردیم شد 12 تا، رج بعدی ساده میبافیم. من این 2 رج رو میبافم تا ادامه کار رو بهتون توضیح بدم. خب 2 رجم رو بافتم، یه رج اضافه کردم و 2 رجم ساده بافیم. علامتم رو میارم آخر این رج قرار میدم. حالا باز کارم رو میخوام اضافه بکنم. میام 3 تا ساده میزنم، یه دونه به کارم اضافه میکنم. این کار رو 4 بار، این کار رو 3 بار انجام میدم. تعداد پای کوتاه میشه 15 تا. پس 3 تا ساده، یه دونه به کارمون اضافه میکنیم، 1 2 3 و یه دونه اضافه. این کار رو 3 بار انجام میدم. این رج رو ببافید تا رج بعدی رو بهتون توضیح بدم.
خب ببینید این رج رو بافتم، علامت رو میارم برای رج بعدی. من تا 2 رج دیگه میخوام کارم رو اضافه بکنم. رج بعدی میام 4 تا ساده میزنم، یه دونه به کارم اضافه میکنم. این کارو 3 بار انجام میدم، تعداد پای کوتاه میشه 18 تا. رج بعدش میام 5 تا ساده میزنم، یه دونه به کارم اضافه میکنم. باز این کار رو 3 بار انجام میدم، تعداد پای کوتاه میشه 21. پس الان 2 رج رو بهتون توضیح دادم. این 2 رج رو ببافید. اضافه کردن حواستون باشه ساده بافی نیستا. اضافه کردن 4 تا ساده یه دونه اضافه، 5 تا ساده یه دونه اضافه. این 2 رج رو که بهتون توضیح دادم ببافید تا ادامه کار بهتون توضیح بدم. خب این 2 رج اضافه کردن رو انجام دادم، علامتم رو میارم برای رج بعدی. حالا میخوام به اندازه 3 رج کارم رو ساده ببافم. الان دور تا دور کارمون 21 داریم، این 21 رو 3 رج ساده میبافم. این 3 رج رو شما هم ساده بافیتون رو انجام بدید، بعد میخوام ادامه کار رو بهتون توضیح بدم که یه مقداری کارمون متفاوته. پس فعلا این 3 رجم رو میبافم. خب 3 رج ساده بافیم رو که انجام دادم، علامتم رو میام آخر این رج قرار میدم. حالا ببینید اینجا یه مقداری کارمون رو متفاوت میبافیم، دقت بکنید. میام 4 تا دونه اول کارم رو ساده میبافم، 1 2 3 و 4 تا. 4 تا ساده رو که بافتم یه دونه زنجیره میزنم، کارم رو برمیگردونم. یعنی میخوام از این طرف کار بافتم رو انجام بدم. میام از پشت کار 8 تا دونه پایه کوتاه میبافم. ببینید همون پایه کوتاه اولی که داریم، اون زنجیره‌ای که زدیم کار رو برگردونیم، بهش کار ندارم. توی زنجیره اولین پایه کوتاهی که داریم قلابم رو میبرم توش، پایه کوتاه هم رو میبافم. این 1، حالا 2. ببینید از پشت کار داریم میبافیم. 3 4 5 6 7 و اینم 8. 8 رو که بافتم، ببینید علامتمون هم دیگه نمیخوایم، چون این یه تیکه کار رو میخوام حالت رفت و برگشت انجام بدم. یه دونه زنجیره میزنم، باز کارم رو برمیگردونم به این حالت. ببینید اینجوری میخواد در بیاد کارم رو که برگردوندم، باز دوباره میام اینجا 8 تا پایه ساده میبافم. 1 2. بعد حواستون باشه که همون دونه اول هم پای قلابمون رو میبریم بافتمون رو انجام میدیم، یعنی اون یه دونه رو رد نمیکنیم. 8 دونه رو که بافتم یه زنجیره میزنم، کارم رو برمیگردونم. حالا این رج میام 4 بار کارم رو کم میکنم، یعنی 2 تا دونه ها رو با هم دیگه میگیرم. این 1 بار میرم، 2 تای بعدی رو با هم میگیرم. 2. کم کردن رو هم که توی سر عروسک بهتون توضیح دادم. خب ببینید 4 بار کم کردم، یه زنجیره میزنم، کارم رو برمیگردونم. الان توی کارمون 4 تا داریم، این 4 تا رو ساده میبافم. 1 2 3 و 4 تا. به اینجا که رسیدم یه دونه زنجیره میزنم و حالا میخوام دور تا دور کارم رو تا به این نقطه اولیه پای کوتاه ببافم، یعنی اینجا کارمون منظم بشه. ببینید قلابم رو میبرم تو این رج‌های کناری، زنجیره نداریم ولی کنار خود رج قلابم رو میبرم، یه دونه پای کوتاه میبافم. ببینید بعد اینجا که رسیدم میرسم لبه خود گوش، شروع میکنم تو تک تک این دونه ها یه دونه پایه کوتاه میبافم که اینجا داشتیم تا برسم طرف مقابل بافت رفت و برگشتم. ببینید به اینجا که رسیدم، حالا قلابم رو میبرم رج‌های کناری بافت رو توی هر کدوم یه دونه پایه کوتاه میبافم. به این لبه که رسیدم میام این زنجیره های بالای کار 4 تا دونه ای که داشتیم رو هم توشون پایه کوتاه میبافم تا این دونه آخری. دیگه کارم تموم میشه. میام نخ کارم رو یکم بلندتر قیچی میزنم که با این نخ اضافی گوش عروسک رو بهش وصل بکنم. حالا ببینید گوشای عروسکمون الان ما به این حالت بافتیم دیگه، ولی میخوایم به این حالت در بیاد، یعنی این قسمت کار رو لبش رو تا میزنیم، اینجوری روی هم دیگه قرار میدیم و باید از گوشای عروسک 2 تا ببافیم. 2 تا میبافیم و کنار سرش وصلش میکنیم. من وصل کردن رو آخر ویدیو بهتون توضیح میدم، چون اول سر عروسک رو به بدنش وصل میکنم،
بعد گوشاش رو که یه وقت کج و معوج نشه، یعنی ترجیح همینه که اول سر رو بس بکنم و بعد گوشاش رو. پس این از گوشای عروسکمون. من توی این ویدیو اول سر عروسک و گوشاش رو بهتون توضیح دادم برای اینکه ویدیو خیلی طولانی نشه. من تو ویدیو بعدی بدن عروسک و پا و بدن و همینطور دستاش رو بهتون توضیح میدم و روش وصل کردنش رو هم بهتون توضیح میدم. پس این از ویدیوی اولمون. تا ویدیوی بعدی فعلا خدا نگهدارتون.